بانو و مادر آوازخوان شناخته تاجیک هنرپیشه خلقی تاجیکستان افضل شودی در سن 84 از عالم چشم پوشید. مراسم نماز جنازه مرحوم روز 6 ایول ساعت 14 در دهه غسر جماعت به نام لایق شیرالی در کنار شهر پنجکین برگزار می شود. به گفته نزدیکانش مادر افضل بیماری جدی نداشت، به علت سن و سال وفات کرده است. با پای خود میگشت ولی صبح 6 ایول بندگی را به جا آوردند. گفت یکی از نزدیکان این خانواده. افضل شودی سال 1962 در پنجکین به دنیا آمده. سال 1983 دانشکده صنعت به نام میرزا ترسنزاده را ختم کرده است. افضل شودی قریب تمام عمر در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف کار کرده. چند سال روبری آن را نیز به عهده داشت. او سال 1989 سزاوار جایزه کمسمول تاجیکستان، سال 1993 صاحب عنوان هنرپیشه شایسته و سال 2008 سزاوار عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان شد. سال 2000 جایزه موسیقی عراق سمیرمیده را به دست آورده است.